بریم که زیبایی دنیز رو ببینیم و یه خرید با عطر دریا داشته باشیم. خب اینم دنیز مال که حالا بهتون قولشو داده بودم و اومدیم که فیلمشو بگیریم. من اینجا سری دومه که حالا دارم میام. سری اول اومدم خودم نگاه کردم و اینا، اومدم فیلم بگیرم از قیمت و اینا. اکثر مغازه‌ها اجازه فیلم برداری از قیمت و اینا رو نمیدادن. 2 تا درب ورود داره که حالا یه درب ورودشو اجازه خروج داریم، یه دربشو اجازه ورود داریم، یه دربشو اجازه ورود نمیدن. بریم داخل دنیز مال رو هم ببینیم که به چه صورته و چه چیزایی داره. اینم محیط بیرونی دنیز ماله که تو همین راسته بولوار پارک قرار گرفته. بریم با هم داخلش رو ببینیم. 5 طبقه است و اینکه هر طبقه هم حالا چیزای مختلف داره دیگه، لباس و کیف و کفش و یه طبقه رو اختصاصی فقط برای حالا رستوران قرار دادن. بریم داخلش رو هم با هم ببینیم که به چه صورته. اینم درب ورودشه که حالا از اینجا وارد دنیز مال میشیم. این قسمت رو میبینین 2 تا سرسره گذاشتن که حالا سرسره اول طبقه سومه، سرسره دوم طبقه پنجمه. سرسره که طبقه سومه افراد زیر 15 سال میتونن سوارشن. سرسره دوم که حالا افراد بالای 15 سال میتونن سوارشن طبقه پنجمه. از پنجم حالا تا اول میاره. حدوداً هم 10 مانات حالا بلیت سرسره است. اینجا هم که حالا طبقه اولشه و 70% این مغازه تخفیف خورده. بیشتر اینجا حالا این طبقه مردون است. این ماشین هم که اینجا گذاشتم برای کسایی که حالا خرید میکنن و قرعه کشی انجام میدن و این ماشین حالا برنده میشن. این ماشین ها برقیه هستش، هم برقیه هم بنزینیه. بریم بقیه جاها رو هم با هم ببینیم که به چه صورته، چه چیزایی رو داره. این لباس زنونه است، پوشاک زنونه است. این قسمت از دور نگاه کنی قیمت ها رو زده 24 مانات. حالا این قسمتی که زده بود 24 مانات بود، ولی اجازه نمیدن که من بخوام از قیمت رو دقیق تر بگیرم براتون. اینم یه ماکت خوشگلیه که اینجا حالت تزئینی درست کردن و گذاشتن. این بقیه جاها رو هم ببینیم. این قسمت هم پوشاک ورزشی مردونه است. اکثر مغازه ها 50% اینا تخفیف خورده. بیشتر هم مرفه جامعه میان اینجا حالا برای خرید دیگه. با این که 50% تخفیف خورده، این مغازه الان باز 50% تخفیف خورده لباس مردونه است. با این که تخفیف خورده بازم نسبت به جاهای دیگه خیلی گرونه. قیمتش نسبت به جاهای دیگه گرونه. اون قسمت های جلو که حالا فعلا افتتاح نشده طبقه اول، اینجا باز این مغازه 50% تخفیف رو زده. اینجا هم که حالا جواهرات این چیزاست. به هم بگید که تا حالا از اینجا خرید داشتید، حالا کسایی که اومدن دنیز مال تا حالا از اینجا خرید داشتن. اگر از اینجا خرید داشتید از خریدتون راضی بودید یا نه؟ داخل کامنت ها بگید، من حتما دونه دونه تک به تک میخونم کامنت های جذابتون رو. این قسمت هم که حالا لباس زنونه است و 50% تخفیف خورده. از دکوریاش میشه آدم ایده بگیره برای کسب و کار خودش. یه سریاشون مثلا دکوریای خیلی جذاب و قشنگی دارن. این قسمت هم که حالا برای بزرگسال و کودکان و ایناست. 50% تخفیف خورده باز لباساش. بریم جلوتر بقیه جاها رو هم ببینیم. این قسمت هم که کفش بود.
اینجا چون تو منطقه خوب حالا باکو قرار گرفته شده، دنیز مال افتتاح هم شده تازه 3-4 ساله، منطقه مرفه نشین جامعه است. اکثرا اینجا هم قیمتاش زیاده، هم بیشتر آدمای مرفه میان اونجا برای خرید دیگه. این هم یکی از دراشه که حالا از اینجا فقط میتونیم خروجش رو انجام بدیم و ورود نمیتونیم کنیم، که میخوره اون برش به یه قسمت از دریا، یعنی بیرون نیست، روبرو اگر بخوایم بریم دریا هستش. این هم یکی از این دکوریای جذابه که من خیلی دوستش دارم. آدم میتونه ایده بگیره برای کسب و کار خودش. دکوریاشون بعضی از مغازه‌ها خیلی قشنگه. این قسمت هم که حالا فروشگاه لبنیات، سبزیجات و حبوبات و اینا همه چی هستش. یه فروشگاه خیلی بزرگه. باز چون اجازه نمیدن از قیمت ها من فیلم بگیرم دیگه داخلش نرفتم، ولی یه فروشگاهیه که حالا همه چیز داره. این با هم بقیه جاها رو هم ببینیم. تو این 5 طبقه‌ای که اینجا داره، طبقه پنجم، طبقه آخرش اکثرا رستوران قرار داره، که حالا من سری دومی که اینجا اومدم، سری اول یه جا غذا خوردم که خیلی کیفیت غذاش خوب بود. این سری که حالا غذا خوردم کیفیتش اصلا خوب نبود. طبقه پنجم خیلی رستوران دکوری خیلی قشنگ و زیبایی داشت. من حالا پول دکوریشو خوردم، اصلا کیفیت خوبی نداشت، ولی سری اول که اصلا دکوری زیاد جذابی هم نداشت ولی کیفیت خیلی خوبی داشت غذاش. به هم داخل کامنت ها بگید که تا حالا اینجا غذا خوردین، از کیفیت شما راضی بودین یا نه. باز کامنتاتون حتما میخونم. اینجا هم که حالا قسمت کیف و کفش خانماست. بریم جلوتر رو هم ببینیم با هم. کل طبقاتش تقریبا همین مدلیه، چیز زیاد خاصی نداره. اکثر مغازه ها هم حالا 50% تخفیف خورده، ولی با وجود این 50% تخفیفی که خورده قیمتاشون باز به نظر من نسبت به بقیه جاها که من رفتم بالاتره، چون حالا میگم منطقه خیلی خوبه، دنیز مال قرار گرفته شده دیگه. این هم همون ماشین که جایزه قرار دادن. بریم با هم طبقه بالا رو هم یه نگاهی بندازیم ببینیم به چه صورته. توی ویدیوی بعدی قرار با هم بریم یه پارک جذاب دیگر رو ببینیم. حتما ویدیوی بعدی رو هم ببینید و از دست ندید، چون قرار یه پارک خیلی جذابی بریم ببینیم که اون پارک به چه صورته. ویدیوی بعدی رو از دست ندید. اینم طبقه بعدیشه که حالا باز به همون صورته مثل طبقه اوله. بعضی از مغازه هاش دکوریاشون خیلی جذابه، ایده میشه گرفت. اکثرا هم حالا آف زدن، 50% تخفیف خورده. اینجا هم زده اندیریم که یعنی همون 50% تخفیف. باز اینجا هم 50% تخفیف زده. حیف که حالا اجازه نمیدم من برم داخل از قیمت ها فیلم بگیرم، ولی همینجوری میتونی نگاه کنی. این بولیزه مثلا زده بود 30 مانات. 30 ماناتی که زده حدودا 350 400 هزار تومان خودمون میشه دیگه. اینم از دنیز مالی که با هم دیدیم و اینکه بهتون قولشو داده بودم که داخلش بیایم و ببینیم. ویدیوی بعدی رو از دست ندید که قرار بریم یه پارک خیلی جذاب رو ببینیم. نظرات و کامنتاتونم
حتما میخونم. اگر اومدید اینجا و خرید کردید که به هم بگید راضی بودید یا نه. تو ویدیو بعدی همراه ما باشین.